چند بار ممکنه در روز یه ساندویچ کوچولو بخوری؟ یه ساندویچ کوچولو، بعد خیلی خوشمزه باشه، بعدش کلی کیف کنی. چند بار ممکنه برات این اتفاق افتاده باشه تو روز که یه غذایی بخوری که مدت‌ها هوسشو کرده باشی، بعد خیلی هم گشنت باشه، بعد از اینکه خوردیش روحت شاد شه؟ چند بار ممکنه دویده باشی، بعد هوا گرم تشنت باشه در حد مرگ، بعد یه آب بیارن جلوت، آب رو برداری چند بار ممکنه دویده باشی، بعد هوا گرم تشنت باشه در حد مرگ، بعد همون لحظه یه آب بیا جلوت تگری و بعد بزنی بالا. به به، یعنی چه حالی میده، یعنی چقدر کیف داره، یعنی چه احساس راحتی میکنه. چند بار این اتفاق برات افتاده که کلی راه رفتی یا طولانی یه جا وایسادی، کلی خسته باشی، بعد یه جایی رو پیدا بکنی بشینی و بعد که خستگی در میره الحمدلله. حالا این حرفا یعنی چی؟ تا حالا به این فکر کردی که هر دفعه که این اتفاق برامون میفته با تمام قلبمون بگیم الحمدلله، خدایا شکرت؟ خب میدونم این طبیعیه که همیشه خدا رو شکر میکنیم. من میگم قلبمون از داخل اعماق قلبت بیاد بیرون. الحمدلله با تمام وجود، با اطمینان و قبول کردن بزرگی نعمتی که خدا بهمون داده. یعنی باید همیشه یه اتفاق خیلی بزرگ و مهم بیفته که از قلبمون بگیم الحمدلله. یعنی فقط وقتی باید بگیم الحمدلله که مثلا بچه‌مون از یک ساختمون بلند داره میفته، دست بگیریم زیرش با یه حرکت اکشن تو آخرین دقایق بچه‌مون رو نجاتش بدیم، بعد بگیم الحمدلله. یا اینکه یه ماشینی نزدیک بوده بیاد بزنه بهم پرتم کنه، جا خالی دادم نخورده بهم، یک ثانیه با مرگ فاصله داشتم، بعد بگم الحمدلله. معلومه که اونجا میگی الحمدلله. ولی این یادآوری من برای تک تک اتفاقات کوچیک و بزرگه که الحمدلله میتونه 100 بار تو روز گفته بشه، نه فقط وقتی یکی برای نسبتتون مثل خر گیر کرده تو گل بعد مشکلش حل شه بگه الحمدلله. یه ساندویچ میخوری، فکرشو بکن اگر نمیتونستی بخوریش. خیلی عجیب نیستا؟ خیلی عجیب نیست. اگر نمیتونستی چربی بخوری، نمیتونستی بخوریش. خیلی هستن. فکرشو بکن اگر نتونی همین ساندویچ فلافل ساده رو بخوری. اون ساندویچ با اون ادویه‌ای که بهش میزنن وقتی که گشنه‌ای، چنان پدر آدمو در میاره که از گشنگی جهنم و جلوی چشات تصور میکنی. الحمدلله به خاطر همین فلافل، به خاطر همین ساندویچ پنیر، به خاطر یه لیوان آب، الحمدلله که بعد از این همه خستگی یه صندلی پیدا کردی که بتونی بشینی روش. الحمدلله به خاطر همون ماشینی که میرونی، حتی اگه مدلش مال 10 سال پیشه، الحمدلله که داریش. بگو الحمدلله. بذارید یه چیزی همین آخر بگم که متوجه بشیم چجوری ساده ترین نعمت هایی که تو چشم ما ساده هستند اگر نبودند بدبخت می شدیم. البته بعض معذرت از این مثال، اما نمیدونم باید بزنم. شاید این وسط یه نفر بگه که حالا کمبود مثال بود. هر دفعه که میری دستشویی، این که بعد از فشار دستشویی میتونی راحت شی، این بدبختی کثیف رو دفع کنی. فکرشو بکن توی همین کار همیشگی چند نفر آدم هستند که مشکل دارن. حالا اگه خدا اینجوری بخواد که همین مواد اضافی بدن تو بدن بمونه و دفع نشه، بهش فکر کردید؟ بد نیست به این فکر کنیم که همین نعمت دفع مواد اضافی بدن چه نعمت بزرگیه و باید به خاطرش بگیم الحمدلله، باید خدا رو شکر کنیم به خاطرش. شاید این حرفا زیاد نمیدونم
شاید زیاد خوشایند نباشه گفتنش، شاید زیاد جالب نباشه، اما من میخوام ببینیم که چقدر چیزهای مهمی داریم که باید بهش فکر کنیم، در حالی که برای سلامتی بدن باید بگیم الحمدلله. گاهی اوقات همین دستشویی ساده انقدر اذیت میکنه که اگر جایی نزدیک نباشه حاضری دنیا رو بدی و برسی به دستشویی. میدونی که چی میگم؟ ولی به این فکر نمی کنیم که همین که بعدش راحت میشیم چه نعمت بزرگی بهمون رسیده. حالا اینو بگیر تا نعمت هایی که تا حالا هیچ وقت بهش فکر نکردیم. پس یه دو تا چهار تا کنیم، بی انصاف نباشیم و واقعا برای همه نعمت هایی که داریم از اینجا بگیم الحمدلله. صدات نمیاد. بریم و دیگه اون بیننده خودشون دارن.